مروچی فرصتی پیش حتی 3 نفر چه اعضای حزب مردم بلوچستان دعوت کردن که در رابطه با مسائل و مشکلات بلوچستان و چیستیرانی که منطقه بیگن گپ و ترام بکنن. واجه ناصر بولیده‌ای سخنگوی حزب مردم بلوچستان، واجه پرویز لاشاری عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان و واجه رحیم بندوی عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان که مروچیگین مهمانه می گپ و تران در رابطه با در مرحله اول در رابطه با ایران و چند جایی که ایران یک کشور چند ملیتیه و بلوچ یک بحر چه ملتانه. حزب مردم بلوچستان در رابطه با یه مسئله چی گوشی که ایران چند ملیتی چونکان، یعنی می وضعیت و موقعیت کجا وجه ناصر بولیده‌ای ببرم. ایران وضعیت الان خب مشخصه همونطور تو گشت یک کشوری که بازین راج استوانی بوده زندگی کننده و ایشان آوتی حقوق نیستند، یعنی اصل شینک وتی وات ماستری هم حاکمیتش ایران نیستند که بتونن آوتی سرنوشت و تعیین بکنن تون بیچاره چی بکنن و بغیر چشی هم یه تنکاب مثلا نه بلکه ایران یک حکومتی هست که فوات یک خاصین مذهبی وتی مذهبی کتابس آدیگه مذهبان لاتکوت کنته همه داوا یک زبانی وتی زبانی کتاب و آدیگه زبان هم لاتکوت کنته و آیانا مثلا نیلیتی که داوا که باید ردون بزورن تونو آواتی موچوی گوتی جامعه تو که یک دابی ندابی کارمرز ببنده. بغیر چشی هم حکومت کوشش کنه که پیشی کشان یر بجانتی زبانان و دیگه مذهبان و ملکانی که بلوچ زندگی کنند یا کرد یا عرب یا دیگه ملتانی که هستن چون ترک و ترکمن آی پشت داشتند اقتصادی لازمانی و حالت جاور سر خرابن و همه دابا زندانی و کشت و کش هم یه ملکان تو که گشترن تا این مدت اگه مردم بچاریتن گشتن زندانیانی که سیاسی بودن تون اعدام بودن زندانی سیاسی تهران هم بازی آنی نام هم گشتر گرگ بیته هم بین‌المللی یا هم ایران که وکاپشی که تهران آیان تون تهران رادیو و تلویزیون و خبر گشترن تون بازی چانی که زندان پیسر حکومت ها بودن بازی چانی سنگتان پیسر حکومت هم بودن در آیان و یک سری سیالداری و رابطه بودن مردم هستن و تلویزیون و خبر کنند بله آنی که کرد و بلوچ و عرب هم خاص آین خبر کنگ نمیتیم و یه سنی ملتانی یه سالن تو که گشترین زندانی سیاسیش بوده و اگه گشترین زندانی سیاسی علاوه تعداد نه بلکه نسبت به جمعیتش چارایی بیتین و پدا اعدامیش به هر لحظه گشتر بوده. هنوز هم آشوزانید که مثلا 9 بلوچ حکومت محکوم کردن به اعدامات ایران زندانان تو کانت برشان خبر نمیتین. یه خاصی حالتن تو که چیزی گندگ بیتین که ادامه زندگی کنک با بلوچ محلو که مشکلن یه زندگی ادامه ده گودیم برای پی حالتی که مرچی هستید. به می خاطر حزب مردم شد که ایران باید یک داوی تغییر بکنه، یک داوی بدلی سدلی بوده بیتید که بلوچ اوتی حق برسیده و می خیال این حق زبادی رو بلوچ رسیدن که ایران تو که بلوچ اوتی وقت مستری برسیدن و تیاق حکومتی برسیدن و حکومت شریک بیتین. مرچی ماشو گندگی بلوچستان تو که حکومت بلوچ حکومت هشتا شریک نه، یعنی هشتا اشتراکی شریک نه. تا این دولت ایران اگه هیچ با یک بلوچی حکومت ورنه بوده یه تنها کمی هدف نه که یک بلوچی هنچو پاد بیاد برات ولی حکومت ورچو بول که یک ترکی یا عربی جای حکومت بوده ولی آن مشکل حل نبوده بلکه بلوچ نمایندگی بکنند یک دابیا چه یک نیمگی بلوچ های انتخاب بکنند حکومت شریک من و اگه شهرش کار نکنه مردم بلوچش در بکنه نه حکومت مردم بلوچ بشید دیگه شما می در نبرید ما دیگه را بدین که کار بکنه ما یعنی حاکمیت مردم بلوچ دیگه دائم ما نه که مثلا یک حزبیه یک ایدئولوژی یک مثلا مذهبی بیتن چون که ایران مثلا شما ولایت اتفاقیه یعنی ده حاکمیت مردمه حاکمیت مردمی اساسات که مردم انتخاب بکنن تو از مردم هم شیلو تو کن و اشیه واسطه ما وی فکر کنی ایران چون کشور چند ملیتیه دیگه طریقی که ایران نبیتن تو حکومت جور بکنه بعد که مثلا بعد فدرال بیتن که یک حاکمیت دوگانه بیتن یعنی حاکمیت یک بحری مردم بدی دستا بیتن یک بحری بده دولت مرکزی و دولتش بلوچ بده پس شریک بیتن یه طریقه بلوچستان مثلا کم و باز حل بیتن تو یک پروسه یا و یه خاصی که از مردم هستی که میشه که از مردم و دیگه حزبان سیاسی یا یک کنگره ملت‌های ایران فدرالی جوری کتا و ده هم چکوش وزانه تو اجا بندویش به نمایندگی کنگین تو ده یکی چه بسیار های همان کنو کدیم برو کانیم
و اشیا بسلالی ما فکر کنید که باید تمامی ملتان و در آنی خاص و تی حقوقش نرسته چون بلوچ و کرد و ترک و ترکمن و لور و یک دیگر و اتفاق بودند تا بتونند که و تی حقوق برسند. شما بلوچ مسئله یا تا یک کشور چند ملیتی چونکا حل کردید؟ یعنی با توجه به توضیحاتی که واجب علیه داد که به عنوان یک کشور فدرالی، یعنی حزب مردم چونکا یه خاص دیما بردید. جی همه پیم که سانگت ناصر هم گوشت ایران یک کشور چند ملیتی و راجان مختلفی من ایران چارگرد زندگی کنگه که بلوچ یک چه راجانه. حزب مردم اعتقاد و عقیدهش این که ایران با توجه به ایران بافت جمعیتی فدرالیسم یک بهترین نمونه حکومتی به ایران که مخصوصا کشورانی که سالان سال دیکتاتوری چیره بودن و بعد یک راجی بودن حکومت کتا که آیه درستین ایران درستین مطلب قدرت های دسته بوده. به همین خاطر ما یک اساسنامه به حزب مردم جور کتا که یه اساسنامه بنیادی گپانه درستانه ما تا اساسنامه یورته که ما چه پیم حکومتی لوتین و چه پیم ما تونه یه حکومت دیما بریم. مهربانی. جست چه واجه رحیم بندویی هنچوش که شما زانه که ایران مختلفین ملیت و ملت و مختلفین مذاهب در ایران زندگی کنند و هستند. با توجه به شرایطی که ایران هستند لحاظ بابت مذهبی بابت ملی راه حلی که حزب مردم پیشنهاد کرده مثلا فدرالیسم ملی جغرافیایی آیا شما فکر کنه یک عملی بود کنده داخل ایران؟ فدرالیسم ملی جغرافیایی یک راه حلی است که نزدیک 60% دنیای کشورها که چند ملیتی هستند مختلفین قوم بوده زندگی کنه عملا ثابت کنه بوده که بهترین راه حل به نسبت خیلی راه حلان دیگه. زمانی که ملتان مختلفی که یک کشوری تا زندگی کنه اگر بلوتند همزیستی مسالمت آمیزی ببیدش و از آنجایی که حزب مردم بلوچستان با توجه به بررسی کلی از فاکتورها و مسائل مختلفی که در منطقه و جهان و بلوچستان ایران تبوگه به همین نتیجه رسته که پی خاطره که ایران مختلفی ملیتان بتونند با همدیگه یک زندگی همزیستی مسالمت آمیزی به همدیگه رش ببینید این دنیای تا منطقه تا ثبات سیاسی و اقتصادی ببینید برای مردمانی خیر شرطر فراهم کنه مردمان زندگی شرطر ببینید پیشرفت بکنه معتقد به همشیند که مناسب ترین شیوه ایشیند که ایرانی قدرت سیاسی باید تقسیم کنه ببینید اگر خواهان ایشیند که یک ایران یک پارچه‌ای ببینید یعنی یک پارچگی ایران مستلزم ایشیند ضرورت ایشیند که مختلفین ملتانی که ایران تا زندگی کنه راضی ببن ایران حساب بکنه گوتی گنتش مروچی روچی تا تو بیای کردی دل دستگیر بکنه بلوچی دل دستگیر بکنه عربانی دل دستگیر بکنه ترکمنان و حتی ترکان هم که این همه شریک بودن قدرت تا دست دیر بکنه احساس کنه که ایران مالای نه پچیه که پهکانی تصمیم چه دیگه جاگاهی گیره هیچ کس اختیار ویتی دستی نه یعنی یک نوع استبداد مرکزی حاکمه پچیه که قدرت سیاسی در دست یک قشر خاصی از یک گروه خاصی از مردمان ایرانه همایانه که قانونان مشخص کنن سیاستان مشخص کنن چی بکنن چطور کار ببرن با توجه به یک همچین وضعیتی که ایرانی تا حاکمه یعنی هنوزی رژیمی که هست ایرانی تا آیه بنیاد پایه و اساس بر تبعیض استوارند که تبعیض قومی ملیتی هر چی که نامی بله تبعیض دینی مذهبی بلوت حساب بکنه و همچنین تبعیضی که از نظر جنسیتی هستن بین حقوق جنینان و مردان هستن
این بنیادن مطابقش سک ضروری است که ایرانی تا یک همچین نظامی ببید که از نظر سیاسی های قدرت تقسیم ببید که ما باشیم نوع فدرالیسم مناسب ترین شیء که دنیا تا ثابت بوده جواب دهید و همچنین از نظر مذهبی باید ضمن احترام به کل مذاهب و ادیان دخالت تحت دولت مبیته، یعنی مستقل ببند نهادهای دین و نهادهای دولت مستقل بچه هم دیگره و همچنین برابری حقوق. وقتی که نصف جمعیت کل یک ملت یک مجموعه جنینند یک نصف دیگه مردینه، اگر قرار بیتن که حقوق نابرابر اشان در میانه بیتن طبیعی که این تبعیض باعث عقب ماندگی بی. احساس برابری که انسانان خوشحال کند و کوشش کنن که هرچی گشته رشد بکنن دیما برون گرگ بیتن چون به همین دلیل ما معتقدیم از مردم معتقدن که مناسب ترین طریقه برای ادامه حیات به شکل مسالمت آمیز و برابر و آزاد ایشید که قدرت سیاسی داخلی ایران باید تقسیم کنک ببیتیم و در این حال تمام ملیتان ساکن ایران در دولت مرکزی شریک ببن. باید که حس تعلق وجودی، حس همبستگی و وابستگی به یک مجموعه وجودیه. غیر از ایشی ببیتیم تا کدی توانند دولتان مرکزی با حضور نیروهای نظامی و امنیتی تا بلوچستان، تا کردستان و تا دیگر جهان مختلف ایران که هستن به حکومت اینچنینی که الان هستن ادامه بدن. خواه نخواه یک روز شرایط دنیا بدل بند، چون ما گفتیم که بدل بانن. در نظر بگیرید کشوران عربی کشوران انتها که معروف به اونان بهار عربیه، یک فضای الان وجود یافته که مردم پابلیک چست بودن، یک آنچنان قدرتی پیشش داشت که هیچ کس نتون دیوش گرگ بید. دنیا عوض بوده، رسانه‌های عمومی عوض بوده که برای اطلاع رسانی به مردم. مروچ طبیعیه که مردم بلوچ حتی عقب مانده‌ترین مردم بلوچ بی شده لمس کنه، احساس کنه، گندگین پوتی چما که مورد تبعیضه. تفاوت قائل بین آی دین، بین آی وقتی که مسئله تحصیل انتی، وقتی که مسئله زبان انتی، وقتی که مسئله فرهنگ و هنر انتی، وقتی که مسئله استخدامی کار انتیشان لمس کنن گندگین عقب کپتگه. با توجه به ایشان طبیعیه که حق تعیین سرنوشت ما به شکل شیعه که معتقد بشین که ایرانی مختلفی ملیتانی که هستند توانند اگر چنانچه یک سیستمی ببینید که او برابری وجود بیاری در میان مردم ها تند با آنان همزیستی مساوات آمیز ایران به همین شکل هست ادامه بدن دادن، ولی با تغییر نظامی که حاکمه باش سیستمی که ارز کشون خدمت. با توجه به تغییر تحولاتی که در کشور عربی شروع بوده و یک جنبش دموکراسی خواهی در واقع بنگیج بوده، شیعه تأثیرات اثرات بلوچستانی جامعه چونکان شما گینید نظر شما چونکان با توجه به جو امنیتی هم که بلوچستان حاکمه. جایی رند چه ده 90 جنبش اعتراضی یا دموکراسی و حکین که اروپا هست که شوروی پروشتو یوگسلاوی پروشتو بازی نیست حکومتانی که استبدادی هستند و یا تک حزبی هستند شاید پرشگاه یه مسترین روند دموکراسی یا اعتراض مردمه. حالا دموکراسی باشه تنها نمیته چون بوده مختلفین بحران اجتماعی بوده هستند ولی خب یک اعتراضی پیشیا که یک حزبی بوده هم حکومت بیتین، یک گروهی بوده حکومت بیتین. تو روند هر جامعه همشه که حاکمیت مردم و دموکراسی هم خود یه جا بوده رسیدن، بله هنو بنیاد نی دیگه، هنو بنیاد نی مختلفین بخشان اجتماعی بوده به هر زور اگم چه مذهبی ببندن تا سیکولار ببندن تا که به گروهانی که افراطی مذهبی هم بوده هستند هر یکی چشان یک دابی ندابی یه حالت راضی نیند اعتراض کنگن و یه اعتراض تو که خوب تا روند آخری سری به هم بوده رسیدند که دیگه ملکانی هست که کنش اروپا بازین جنگ و جیره بود تا یه پروسه هیتلر دابی مردم دارد کن، موسولینی دابی مردم دارد کن، ولی مرچی دموکراسی اروپا کامل یاد بودم همه دام، یعنی بودم ما نباید سک دلجم ببین مثبت ببین که نه ادا دیگه فقط دموکراتیکی نیروند قایم برزا نه چون نه، بلکه باید آن نیروانی که دموکراتیک آنی که مردمان حاکمیت لوتن باید تی مجموعه بگیرن کوشش بکنن که وقت تیار بکنن که دابی مبید که مردمانی پدا همی دابین چو که قبل پیسر ما حکومتان یاد کردن صدامی دابین، حمید دابین، حافظ اسدی دابین یا شاه دابین، رضا شاه دابین که یاد کته ایران
پدا ایرانی حکومت میان پرچه که بدلی پیسر هم یاد کرد اروپایی دم نبود پرچه اروپا یه چیز وقتی پیسر جتا کو گار کوتا گتن تا دابی نیروان چه هیتلر و بنده تا موسولینی بنده تا یه دیگر و دیگر بنده میں ملکن تو کا شیان پیدا گن و یاد کرد اروپا خو پیسر جنگ جهانی اول هم شیات بود هم بازی ملت دولت شهر بودن دموکراتیک بودن بازی نوکی ملتان جور بودن خاورمیانه هم همیگان شیپ ما نزدیکترین شی بلوچستان سراسر گشتن وقتی که ایشی اروپا بود جنگ جهانی اول هم خاورمیانه مرچی بود چیزی گشاگ بیتن و هم مزنی پشت پروشانی بود ترکیه عثمانی پشت بازی نوکی ملک عربی جور بودن در ایران کوشش پیسر هم شکوتش یک مزنی ملکی بیتن بلاودی غرب دنیا خاص فرانسه و انگلیس که ملکتی و که بازی نفوذ و توانایی شخصیتش آن تیاری نیست به یک کار واسطه همیشه کار رهبریش ملکن داتند جامعه بین الملل و مرچی گنده کشورانی چو عراق و سوریه و لبنان و دیگه اردوکی مزنی ملک و جور کنه بودند ایشان هنگان یه حکومتان پدا گشتینا چون هنگان گنده عراق اگت سوریه اگت یا دیگه ملکتان و در دیکتاتوری حکومت یاد کن حزبانی یاد کن که نامش سوسیالیسمش گفت مردمانی گشت درشان قداوتی حکومت جور بود سوسیالیست اروپا هم یاد سوئد هم کشور سوسیالیستی و دموکراسی هم بوده هست اگه دیگه مردم دیگه حزب رای بدن سوسیالیست روان کنار ندارند که حتما باید همه حزب سوسیالیست لیدر هم اولی بیت اگه آینه بیای چوک بیت و چی کاری نبوده سوسیالیستی حزب روسیان گشتیان دموکراتند ولی خب تخار میان بحثشان یا چیزش دیگه من نبود هنوشی که می ملکان یاگید اشی هم ما باید همین دابا بگیندیم یعنی شما بیتید که پدا می ملک توکا یا تصمیم گیروک دیگه دنی واقع ببانتند که آین حساب سرا ملک تقسیم و بدلی صدلی بیایانتند یا اشی که یه دابا بیتید که پدا یک ایدئولوژی بیت کار سرا ایدئولوژی چه افراطی ببانتند مذهبی ببانتند اسلام نام بیانتند چا پدا ناسیونالیسم نام بیانتند یا دیگه اسمی نام بیانتند مرچی خوب کمونیسم نام بوده مشکل گشترین ولی اعتبارا بوده هستند ناسیونالیسم او دیگه پدا اسلام نام بیانتند که بوده پدا نیروان دموکراتیک و نیروان اسلامی که البته مردم حکومت بکنند و اسلام بودی جا هم آده که راجع بندوی گشت که مذهب باید یک چیزی بی دولت هم بی دولت بهتره باشه که و هم مختلفی مذهب هستن شیعه هستن سنی هستن تا مذهبی به کجا مذهب دیگه بره مسیحی هستن یهودی هستن باشه خاورمیانه درستی ملتان درستی مذهبان هزاران 2000 سال بوده زندگی کرده و یه یهودی چون 1000 سال بوده یعنی مسیحی همیشه با اسلام هنوز 1400 سال باشه همیشه یک دو یک زندگی کرده و دیگه مذهب واسه چون که زگریان دیگه مزنین هردین و مذهب و شاخه اسلام یا دیگه مذهبان بوده استشان باید بوده درست زندگی بکنند به این خاطر باید این درستان توجه کنند بیتن و شانس ضرور بلوچستان نمگا کایانتند و ایران نمگا هم کایانتند و بدلی اینگو هم کهتند ما بلوچستان آودی هم کوشش کرد ما بلوچستان ملک هستد که کلات حکومت حسابا پیسری نقشه هم دنیا گفت برای بیچاره بوده بلوچستان یک ملک جتاین و همه دوا که مرچیگی بلوچستان سرزمینی که ماشمای جای کاریم چه بندر عباس ها بیاید تا کراچی و تا سلیمان کوه ایدرو بلوچستان حکومت بوده و نقشان تو که بوده میداب که افغانستان ایران آودی پاکستانی ملکی نبوده ایران آودی هم نبوده بلکه پیشن نامای فارس نامازانه بوده آیا هم بوده ولی هنوزان خوب حالات میدابند که یه ملکن تو که نوکی ملکت خیلیت می بلوچانی منافع و بازی چه یه ملکن مردم ور بوده ماده کنش بیشتر باش مشغول ایران فدرال بیته ایشان حتما اثر اعلام ایران تو که هم اگر و ایران وقتی سیاستان پا جنگ جیره دیگه مرسانته و دانی ملکان ایران مخلوق ضروری ظلم زوری که حکومت نمیگه قبول نکنه و کوشش کنه بوده بدلی بیاریتن نیما بلوچ هم باید همه چیزا کوشش بکنید که تا این بدلیان تو که بلوچ حقوق هم برسیدن یعنی شما بیت چه بسیر ندان رنت جنگانی که بودن تا منطقه یا انقلابانی که بودن ما بلوچان یه تئوری نبوده و هنوز هم ما خاصی تئوری نیست باید کوشش کنه نیما حرکت بکنه که ایران تو که هم حالت پیشیت کرد بلوچ وقتی حقوق به من نه و پمیش که هم حزب مردم طرفا با دیگه احزابان کردان ترکانی عربانی ترکمنانی لورانی و لحظی احزابی که فارسی و مرکزگرایند با همکاری کنگید که یک حالتی همچین جور بیته که ایران یک کشور دموکراتیکی بیته حاکمیت مردمی بیته یک کشور فدرالی بیته که آیی تو که حکومت مذهب یا چون که زبان سرا مردمان یک گروه دی مملکت یک گروه پشتنامه جانته یک حکومت سکولاری بیته حکومت سکولار حکومت بیدین نه که واضح جای تبلیغ کنه بلکه حکومت سکولارش گپ شید که ما لوتین که دین تا دولت اوروی بلکه یک حزب مذهبی تو میبینیم که آیی به حکومت بکنن چون مثلا آلمان کریستین دموکرات حکومتان
یا سوئد هم حزب کریستین دموکرات هستند بتونن بیان تا حکومت ولی مردم ولی تصمیم که برند در بکپند شما میته که یا بریات که حکومت در ما کپند یعنی ایشی نه که مثلا سکولاریسم مطلب یه نه که حکومت مذهب گار بکنن بلکه مذهب آزاد ببندن هر مذهبی و تجاگه آزاد بیتین مزنی مذهبی توردی مذهبی و ایدانید گروه مردم حکومت سکولاری بیتین امیدوارم ما هدف هم شیز مردمه که یک حکومت ایران جور بیتین فدرال بیتین سکولار بیتین دموکراتیک بیتین و یک مسئله مشخص ایران باره کمی دا واجب اندوی هم گشتی مسئله جنینانی که ایران خوب جنینان مسئله حکومت جنسی لازم سر زور کنته و بعد نیشی سر هم حکومت بیطرف بیتن و جنینان و مردینان برابر کنگ بانتن هم کوپاک بانتن و درستینی کارم و تمامی جهان آینی هم راه پچ بیتن تا بتونه جامعه توکا رشد کنه و جامعه رشد زمانی مرچی دنیا توکا بیتن که تو دنیا غرب رو رقابت کنه با چین و هند و بده که جنین مردین رو بیت کارا دل گوشن جنین باید کاملا با مردین برابر بیتن. حزب مردم بلوچستان و تی اصلی هدف حاکمیت مردم بلوچ زانگی و په حاکمیت مردم بلوچ مبارزه کنگی شما نظر شما تعریف چه حاکمیت مردم چیه؟ چون که شما تعریف کنید حاکمیت مردم راحترین ساده‌ترین کانسپت یعنی مفهومی که دنیا تو که هستند چیه که تو وقتی حاکم وقت ببه انسان فردی لازم وقتی حاکم وقت ببیتن و ایشی مطلب هم شد که تو جنین ببیت تا مردین ببیتن و چه کشی تو بگین دیگه جنین هم وقتی مستر وقتی بدن وقتن دیگه تا اسلام هم هستی وقتی باید قبول بگن و دیگه ازدواج کنی تا ما حد محدوده ایشی انت که بوده تا یه حد کهیتن دیگه پدا حاکمیت مثلا از لحاظ سیاسی وحدی مطرح بود حاکمیت ملی انقلاب حاکمیت مردم بوش انقلاب فرانسه یا که بعد یک شاهد حکومتتن شاه باش حاکمیت منیگن و اینا دیگه کسی خبری نیستن زمین و زمان حاکم منو تو خدای نماینده از زمین نسرا پورا فرانسه انقلاب بود تمام غرب نبده انقلاب فرانسه معروف است آیه همیشه گپ که ادا نه حاکمیت چه مردمان کیت نه چه شاهی نمگا چه دیگه نمیه که تو دعوت نماینده خدای بزنه بلکه مردمان تعیین کنه حاکمیت کی بیتن و ادانید که مثلا دیگه کسی نتوند بگشیته و که ما حاکمون یعنی حزب لازم ایدئولوژی لازم چه کمونیستان هستن و پدا انقلاب آمریکا هست که آیا مسئله حاکمیت ملی مطرح بود بعد یک انگلیس و آمریکا دستاتی آمریکایی که مالیات دهیم ما هم باید تصمیم گیرگان من مجلس ور بودیم انگلیس باش نه شما نتونه وستمینستر لندن بیاید تو دا تصمیم گیری بکنه قانون جور بکنه شما فقط مالیات دهیم اگر ما مالیات دهیم رو باید ما تصمیم گیری هم ور بین برای قبول نبود آیام شنوتی انقلابش کرد به اصطلاح استقلال و دا حاکمیت ملی مطرح بود یعنی ما وقتی حاکمیت ملی لوتین چام انگلیس و آمریکا تقریبا گشایشی اولین کشوریت که حاکمیت ملی و مردم اجرا کنه اگرچه فرانسه اول یک حاکمیت مردم ایت بل فرانسه تیم لگید بچه فرانسه جامعه توکا اریستوکراسی سک قدرتمندد کلیسا سک قدرتمندد مینی مذهب و آچیزانی که مثلا مشه ملکا به عنوان ملوک الطوایفی زانندید و ده خوب ادالت اریستوکراتی حساب آیتند که خان و سردار و یا به اصطلاح اردین شاه هستند ایران واشته اردین شاه و شاهان ایشان در قدرتمندتن تیمی لگید تا ایشش تمامی دور کتن و اروپای هجمه شوگنده مزنی جنگ و جیرات کند بله آمریکایی بشی زودتر دیماره دلیل هم آمریکایی چون دلیلتند ایدا که بعد هم در کماشو پیسرتر هم ببرکد بعد یک جورج واشنگتن حکومت بود قانون اساسی نویسنگا و جفرسون قانون اساسی نیست که دومی رئیس جمهوریت آمریکایی و هم کلیسای فشار یارد که باید آمریکای قانون نویسنگ بوده که درو قانون چه توراتا یا چه انجیل کایانتن و چه مذهب مسیح کایانتن باید مذهب یک بحری چه حکومت ها بیتن ولی چه یک آمریکا هم باید مختلفی مذهب هستن ارتدوکس هستن پروتستان هستن کاتولیک هستن و دیگه اردین مزنی دیگه شاخه پد همین مذهبانی هستن برای جفرسون جوابش اینه که ما شما وریگا مذهب و دولت اگه ور ببند کپند اگر جدا و مچه یک دیگه را یعنی دو پایه ببند مختلفین جامعه وشتی یا جامعه و ما شما ایران هم مرچی گندگیم وقتی که مذهب رفت دولت ها ایشی یک دابی ندابی مردم گندگیم که کپیت پشید بهتر هم شد که شان چه یک دیگه را جدا ببند دو پایه ببند جامعه هر کسی بودی جاگا بودی کارا بکنده
و رند پدا جورج واشنگتن بزنی کاری کوتی شاید که یاد کن گوشتش که تو بیا دیگه رئیس جمهور دائم بگو تو پس ملک آزاد کو چه انگلیس دستا یکی چه بزنی ما لیدران تو گوشتی نه دیگه مردم هم هستن آرزوش رئیس جمهور بوده چون نبود که مثلا تیتو داوا بیت رئیس جمهور دائم عمر بیته یوگسلاوی رند پروشت یا خمینی یاد کلورتی ولایت فقیه بیته دیگه که ایران چه مشکلاتی که افته بوده قذافی و اسد که چه کارانی بوده که نگن پدا باتش که چه چوکان هم تیگن باید حکومت بکنن آینده اشیند که دا مشکل کردن به می خاطر و بلوچستان خاص پرچه حزب مردم بلوچستان یک چه اولی حزبان تا ایران تو که اصلا حاکمیت ملی سر کاری کو تو خبری کو تو ماچی باگندگی گشتری خبره کنگایند گپ پیشید که بلوچستان هم خوب یک پیسر انواع ایران تو که حکومت خامنه‌ای گوشمنیگی و بلوچستان یک زمانی سردارانی و خانانی حکومت بود تا آیان گشته که ما را چو خونی و ما را باید دا حکومت میبیده و هنوگان هم مذهبی نیرو میگم لحظه هم ایده گفته که باید این حکومت ها طریق بسلا آیانی نظر حکومت مذهبی ببندن چون مثلا هنوگان شو گنده ایران حکومت مذهبی هستن تا افغانستان حکومت مذهبی یا تا منطقه تو کم شیعاگین تیده بلوچستان تو کان لحظه چه نیرو مذهبی تو کا سرت گشته تو کان سین گشته پدا مذهب اما چیزی که بوته زاننتی و یه فکر کنند که مردمانی مسائل اخلاقی حل بکنند و دیگه مشکلات حل بکنند و خیریه کارا مردمانی که انجام بدهند بلتی کار دیم آورد تو یک بحر دیگه است دیگه نظری همین خاطر که دا باید گوشه بیته نه حکومت مردمانی و آینی دیم ما هم همیدا به حزبان سیاسی که مشابهت مثال زدند سوریه حزب بحث بوده عراق حزب بحثی حتی شوروی مش همسایه بوده گت و هم یک حزب کمونیستی حکومت چه مشکلاتی بیتن یکی دیگه شما طبقه کارگر نامال تو حکومت بکنه یکی شما سوسیالیسم یا ناسیونالیسم نام بلوچ ناسیونالیسم نام حتی بلوچی بوشینند دیگه حکومت بعد میبی بلوچستان میشه حمله بوده بعد یک حکومت یک حزب ما باید سرقوی بنشی پد بلوچستان جامعه دوازم تا ضعیفتر کنته اشی دیم داره که واسطه باید ما حاکمیت مردم بلوچ مطرح کنیم که حاکمیت مردم بلوچیگن بلوچ مردم تصمیم گیرن و تیم مسئله سر همه چیزی که سازمان ملل تو که حقوق بشر تو که هستند که مردم سلف دیترمینیشن یا تعیین سرنوشت مردم آیه سر باید و تی مثلا دیما برین و یه مسئله ایران پیوند یک بیتند و تی دیگه ملتانی حاکمیت ها یعنی یک حاکمیت ورینی پاجیگین مشترکین و جور کنک بیتیم بلوچ و کرد و ترک و عرب و فارس نیاما همه دا با یک حاکمیت مشترکی که می کشوران مثل سوئیس که چون ملیتیان چون مذهبیان چون زبانیان هستند یا هند تو که هستند یا اسپانیایی تو که کم باز هستند یا بلژیک تو که هستند و مرچی گنده کشوران فدرال آمریکا بگیره تا که همدا سوئیس ها بیتن و یا بلژیک ها بیتن یا دیگه جام بیتن بهترین ملکان دنیا هستند همین دوا که مالزی هم یک کشور اسلامی بلود پلورالیسم میری چند ملیتی یا چند فرهنگی قبول کنه بود هر ایالتی بودی خود مختاری درونی هستن یک چه پیشرفته کشوران اسلامی بوده همین دوا اندونزی مثلا یک ملت چای بود جدایی استیمور جدایی دادی یک ملت دیگه بوده خود مختاری لوت آچه آیه به اصطلاح به عنوان خودمختاری کاملی داد نه که اندونزی یک کشور فدرالی بیتن چون باز اینجا اندونزی پدا چیزا نلورتش بلا آنها کوت یک لورت تا چهگان یک فدراسی طریقه نه فدرالیسم طریقه که یک مزنین بحری چه حقوق خودمختاری و تی درونی کاربارانی و تی مسائل آزادی مذهبی بشن مذهب کم فرق معوی که مسلمان چه هم شوات اندونزی کم باز فرق انت یا فکرش تفکر اسلامیش و همیشه با زبانش و همیشه با یک سری حقوق هر کشورتن درستش دادن مرچی آچه هیچ جنگ زیری نیستن اندونزی هم کشورانی هستند که اسلامی که گشتر رشد اقتصادی است یعنی دیدن دنیا تو که کشور هستن که رشد اقتصادی بالاتر چه درست داره یکی ترکیه یک اندونزی هر دو کشور اسلامی هستند اگرچه ترکیه و مثلا دموکراتیک و کردان حل نکردن ولی اکثر چیز حقوق کردان هنوز هم دیگه تا چه ایران بهتره گندگند که یک قبول کنه که مردم حاکمیت و دموکراسی و فدرالیسم و ایشان چیزی که از مردمی وشیدن که همه تا حد محدود شروع بیت حاکمیت فردی یا توقعات جنین پا مردی و همه دا در سطح مردمی و ملی و کانسپت سیاسی که قانون اساسی ها بیتین کسی بوده متوت مردم جا بگیریته پا خدای ناما یا پا حزب ناما یا پا ناسیونالیسم ناما اشی یک طریقه ایند که جامعه تو کن نوآوری نوکین کارا دائما کردن کانتون شهری کاریدین و می خاطر از مردم حاکمیت ملی و حاکمیت مردم ها تا بلوچستان همراه و همزیستی مثلا متامیز و فدرالیسم و سکولاریسم و دموکراسی لوتو کن
اخیراً یک سری چشتوهیر در اپوزیسیون ایرانی در رابطه با اتحاد شروع بوده. پیشتر اتحادی که بین ملت‌های ایران بوده در کنگره ملت ایران فدرال متبرر بوده، ولی اخیراً یک سری اتحادهای دیگری قرار شکل بگیره. شما این نظر در رابطه با اتحاد اپوزیسیون بخصوص اپوزیسیون مرکزگرا چی؟ شاید هوریت و پاکی به عنوان یک اصل رمز پیروزی انتشی پرگازانند. به همین خاطر چه بندر تلاش همیشه بوده، چه ملیتان نیام ببیته مثل کرد و بلوچ و عرب و ترکشانی بودی، مختلفی سیاسی تنظیمانی وسمیانا، یا اینکه مثلا ایرانی سطح بگیر بین مختلفی احزاب که بطور برام به شکل سراسری باشند و یه احزاب شد، همیشه گفتگو بوده. منتها چون شما فرمایش که دقیقاً این مروچان این روند کم و تیستر بوده، ترونتر بوده. چون شما وقت هم پاده گوشت بیستر این مسئله اتحاد همبستگی میان ملیتان مختلف، احزاب سیاسی که متعلق به ملیتان مختلف هم دیر گذار شروع بوده. بله سال 2005 ویتی ثمره داد و این ثمره شد که کنگره ملیت های ایران فدرال چه 16-17 مختلفین سیاسی، حزب و سازمان و انجمن و این چیزا تشکیل بود که متعلق به ملیتان مختلف ده، منهای متاسفانه ملت فارس. شاوتی کار ادامه داده و هنگت هم دیمار روگند و امید هم میشیند که این روز پر روز به کلمه بلوچی ودانند شان رشد دیمار روانند. سازمان هایی که مدعی سراسری اند باز رند همی کوشش کتک پیم کنن، پیمش کتک مدت کوتاه متاسفانه پروشتگن نتواندش ادامه بدن. منتها روچا رستگن به این نتیجه که بدون همراهی احزاب سیاسی که متعلق به ملیتان مختلفن، بدون همراهی آیان هیچ نوع جبهه یا فرانت یا همبستگی نتواند پایداری و ادامه دیوکین راه ببیتیم. به همین خاطر مروچان دیمشوتی چهر داده دیم به احزاب و تشکل‌های سیاسی مختلف متعلق به ملتان ایران. گپ باز بوده. شما وقت هم بینید حالا شاهدی که یکی چه ای گپان بوگا و دیمارا کل تا یک جلسه برگزار بود که هست نبودن، بحث زیاد بود. مسئله مهمی که الان به عنوان یک امر بازدارنده برای ایجاد وحدت یا همبستگی بین احزاب مختلف سرتاسری و تشکلات متعلق به ملت‌های مختلف که خواهان حفظ چارچوب ایرانند تنی مطرحین، تمام امر بازدارنده که ارزون کو ایشید که آیا فقط مطرح کنند که ما برای حکومت آینده فقط نمیشید کفایت کنیم که بگوشن که یک سیستم حکومتی غیر متمرکزی بنیاد هلی، به اضافه ایشی که دیر از دولت جدا بید و آدیگه مسائل حقوق دموکراتیک است، برابر حقوق زنان و رفاهیت غیر از آن. منتها در ارتباط با مسئله ساختار حکومت وقتی که پیشیه چگونه تواند ساختار آینده مشکل و معضل تبعیضی که بین ملیتان مختلف هسته حلی بکند، فقط به همشه اکتفا کنیم. بیایید مروچ اجازه بده فقط مسئله اشی باور بکنیم آشوبه کن که یک حکومت غیر متمرکزی رو شکل دهیم. منتها احزاب متعلق به ملت‌های مختلف اکتفا نکنیم بشید، چرا که حکومت غیر متمرکز تفسیر برداره، به هزار شکل توان تعبیر بی چه نوع حکومت متمرکزی بیدیم. به همین ما همیشه تاکید اینشی بوده و ایشی اند که نامی هرچی هلگی بید، چون بعضی سر نام هم حساسیت لکن از آن حکومت فدرالی بیلن، حکومت دیگه نامان مختلف بیلن، مثلا چی نه، مثلا محتوای ما می تاکید ایشی اند که باید قدرت سیاسی در حکومت غیر متمرکزی که مطرح بوگید باید طوری تقسیم ببی که در میان ملیت‌های مختلف ساکن ایران قدرت سیاسی منطقی دست وتش ببیته که مردم از کانال پارلمان ها یا مجالس منطقه‌ای وقت اعمال قدرت بکنه. محاکمیت ملی که از مردم گوشگند، مردم ویتی اراده سیاسی از طریق صندوق های رای
با ارسال نمایندگان به مجلس منطقه‌ای وقت پیش ببرند. مجلس حکومت منطقه‌ای باید مشخص بکنه، تعیین بکنند که مسائل پیش ببره. در نتیجه سری مسئله فعلا ما رو گره هست با هم دیگه، با احزاب سرتاسری که بحث بگیم پیش رویم. امیدوار کنندند که پهکا سر عقل بیایند، به یک شکلی برحال یه مقداری از این طرف ملایمتر کوتاه‌تر بگه، یه مقداری هم از آن طرف، و نهایتاً یک راه حلی بدی ببینید که تامین کننده نیاز پهکین طرف هم بید. ولی ایشی تا که ما احزاب متعلق، تشکل‌ها و سازمان‌های متعلق به ملیت‌های مختلف که در درون کنگره ملیت‌های ایران فدرال جمع بودگی هستیم، ایشی تا ما را شک نیست که ما به کمتر از پارلمان‌های محلی و حکومت‌های محلی کوتاه نیاییم، یعنی ایشی کمتر نیاییم. و برحال این دیالوگ و گفتگو هست الان در میان احزاب سراسری و در میان ملیت‌ها مختلف. ولی خوشبختانه بودن یک واقعیتی الان پذیرفته بوده که تلاش باید همیشه بی که پهکین تشکلات سیاسی مختلف به رسمیت جای آرگ و یک جاگاه و حقوق برابرش بیتن برای پیشبرد امور سی. یعنی که دولت‌ها، یعنی که دولت مرکزی هم باید یک دولت مشترکی بیتن که بلوچ و کرد و ترک و عرب و ترکمان و فارس پهکان بوده احساس بکنن دولت مالا، یعنی شریک بوده از طریق ارسال نمایندگان وقت که باز هم همه پارلمان محلی نمایندگان دی بدن در میان پارلمان‌های به اصطلاح مرکزی که حالا به شکل هر نامی بلند کنگره به اصطلاح ملیت‌ها، کنگره مللی هلند بودن در ایران یا دیگه پارلمان نام هلند بیتود، از این بحثان عمده سر اشانه، یعنی گره‌های اصلی همبستگی الان سر اشانه. ولی سر دیگه مسائل دیگه دموکراتیک هیچ کجا یک از ما با هم دیگه مشکلی نیست. پیش مریچ دنیا پیش رفته پاکان و حقوق و سرپد از آن حقوق فردی و حقوق شهروندی و به هر حال حقوق جمعی و چیزا سر هستند. مهربانی. حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کمله ایران اخیراً به یک توافقنامه در رابطه با مسائل کردستان رسیدند و یک توافقنامه در واقع یک عکس‌العمل وسیع در سطح اپوزیسیون به وجود آمد و همچنین حزب مردم هم یک اعلامیه پشتیبانی داد در رابطه با یک توافقنامه. پس هم آفشورتی به چه ضرورتی شما دید که اعلامیه بده؟ هم حزب دموکرات کردستان ایران و هم حزب کامله کردستان ایران عضو کنگره ملیت‌های ایران فدراله و دو تا از قدیمی ترین احزاب مطرح منطقه باشه ایرانه، نه تنها کردستان. این دو تا حزب از نظر بینشی، از نظر اصطلاح برنامه‌ای اختلاف سیاسیش بوده قدیما با هم دیگه و اگر چنانچه کسانی که سنش اجازه بدن بلکه هم حیال بکنند که درگیری خونین بوده بین دو تا حزب، کشتار بوده بین پیشمرگیانش متاسفانه. خب طبیعیه که اگر چنانچه واقعا شان لوتند برای مردم کرد کاری بکنن، برای به دستیاره حقوق ملی مردم کردی کاری بکنن، راهی جز وحدتش نیست، راهی جز همبستگیش با هم دیگه نیست. و خوشبختانه کاک مصطفی هجری و کاک عبدالله معتدی، دو نفر به عنوان دبیران کل این دو تا حزب، پس از دیالوگ و گفتگوهای مختلف این نتیجه رسیدن که اوکی یک سری مسائل ما شما باید مشترک قبول بکنید چی هست. ایشی که مثلا به حقوق دموکراتیک هر دو پایبند بودن، مشروعیت سیاسی هر حکومت آینده از صندوق رای در بیت و آزادی های مطبوعات و شام بی ایشان سر توافق کلیش کرده و به اضافه ایشی که دویرانش معتقد به ایشی هست که جنبشی که در درون کردستان هست در واقع برای به دستیاره حقوق ملی انتش، حقوق این که پچ گرگ بوده چه آیا و عنوانی هم که به کارش برده و به کاری برند ایشی هست که یک جنبش رهایی بخش ملی و همچنین کردرش به عنوان یک ملت مطرح کرده که طبق مضامین و قوانین حقوق بشر سازمان ملل متحد معتقد به ایشی هست که بالاخره حق تعیین سرنوشت ملل شامل حالشان هم بید. خب ایشان یک گپانید که در اصلشان تا اوتی اساسنامه‌ان و مرامنامه‌انشان پیسر هم گشته بود اگر به کار برای کلمه ملت کرد، مشی که جنبش رهایی بخشی و اضافات دیگه مسائل دیگه.
متاسفانه اپوزیسیون سرتاسری اجازه بده نام بگم پس که ما هیچ کجا یک شی اپوزیسیونی که متعلق به ملیت ها مختلفتن پهک ابراز خوشحالی کرد پهک بلا استثناء و نامه مثلا چیز هم نوشته مثلا اطلاعی های حمایتیش هم نوشته پشتیبانی شده دقیقا. منتها اپوزیسیون سراسری یک دفعه با عنوان کنگشی حزب دموکرات کردستان ایران کرد به عنوان ملت حساب کن یا همچنین کامله شام مسئله جنبش رهایی بخش حساب کنه مثلا شام تمام و همچنین حق حاکمیت ملی حق تعیین سرنوشت مطرح کنه که در این توافق نامه ایشان تاکید بود سرش که هر سه تا معتقدن به این مسئله. آها پس یک کاسه زیر نیم کاسه هستن ایشان در اصل لوتن که ایران مثلا تجزیه بکنه لوتن پروش این نهایتا استقلال کردستان مطرح کنه و به این شکل ظاهر. خب در اینجا شام شروعش کو به اعلامیه های امضا جمع کنه و نامه‌نویسی کرده گشام. واقعیت ایشیند که انچه که عرض کنم پیسره ای تیترها و ای عنوانها به اندازه عمر ای احزاب در درون اساسنامه هاشان مطرح بوده. یعنی این واژه‌ها که امضاش بوده نامه‌های مخالفتی بر علیه ای تفاهم نامه آیا اصلا باید ای زحمتش نداده که ایشان برایش؟ مسئله اساسی همبستگی های بین ملیت های ارزم کو پیسر من کنگره ملیت های نام فدرال نام گفت که سر این مسئله همبستگی سراسری که باید در کل ایران وجود بیه برایشی که برای یک سیستم مردمی روی کار بیاد که دموکراتیک بی و اختلافی که وجود یحتاجت بین ما یا هنگت همه ادامه داریم به هر حال خوشبختانه هنگ در حال گفتگویشانه سر مسئلهش این که ما به شکل متحدانه خواستار مسئله پارلمان های محلی و حکومت های منطقی وطنی کشی باید ببینی حکومت غیر متمرکزی که مطرح کنه که برای ساختار حکومت آینده باید این مشخص کنه یک چوشین سیستمی نه مهم نه. خب اشان در واقع از این همبستگی ما حقیقتا خوشحال نهده از چی که بکنه تمام تلاشم بوده که به شکل تک تکی اپروچ بکنم به قول انگلیسان بیان بگن شما این نظر چین بیا شکلانی بالاخره بکشن یا یک به سمت بعد مثلا حزب مردم بلوچستان جداگانه حزب کامله جداگانه حزب کردستان و حزب تضامن همبستگی عربا حزب اتحاد بختیاری لرستان و ترکمان همشان مختلف و ترکانی که هستنشان و خوشبختانه هر وقت به شکل تکیش هر یک شیشانش جست کرده بوده با امضای مشترک ما پهکان یک چیزی نوشته داده گه مسئله که پس مهمه اینه ایشیند که این حس که قدرت سیاسی که آیا شیرینی لمس کته برای وطنی وحدی منافق تنی وحدی این بخشی که خواهان مثل یک نوع به شکل حکومت مرکزی وجودیت سخت نکه از دست بکنه شاید هم طبیعی بیه مثلا و از این همبستگیش خوشه. من شخصا فکر کنم و من فکر کنم که اکثر کسانی که در این رابطه دستن در کار بودن نفس اتحاد بین این دوتا تشکل که بسیاری از این تمامیت خواهان یا به شکل کلمه دیگری رو به مرکز گرایان خوشحال شنگند نفس اتحاد این دوتا حزب با هم دیگه و خوشبختانه به شکل اکثریتی و اقلیتی بلوت بچاریتا تشکل بیشترین تشکلات سیاسی مطرح ابراز خوشحالی کرده در این رابطه غیر از همشانی که به شکل نامه های جمعیش امضا کرده حالا به چند 10 نفر رستنی یا چه 200 نفر نزانم دیگه ولی چی مسئله چه شکایت سر مسئله همبستگی هایی که در واقع بعضی آنها آزرده کند آشفته کند نه اصولی که مطرح کنید بهوان جست واجه فرمانگی لاشاری هست در رابطه با کارهای فرهنگی و چیست ایرانی که بلوچان ما اروپا هستیم تا چینچو بلوچ موفق بودن که بلوچ فرهنگ و هنر و ادبیات جهانیان و کشورهای غربی معرفی بکنن بچم به شوی بلوچانی تعداد ما اروپا اینچه باز نیند بلوچی که اروپای توکایتن گشتر سیاسی مردم بودن و گشتر علاقمندن که همه سیاسی مثلا روند دیما برن بله
چون فرهنگ یا بخشی که مشمه سیاسی جهودان هم بود که به خاطر ما فکر کنم کشوران مختلفی چون که سوئد، نروژ، دانمارک یا انگلیس بازیکن جهودی بوده با توجه به تعداد بلوچی که یه نیمک هستن. ما شو بچاریم بلوچا وحدی که یه تنتدان گشتری ملکا وتی انجمن بلوچی انجمن شرط کتو وتی فرهنگی کارباران گلایش بوده مخصوصا مثلا نروژ توکا یا سوئد توکا شام یه بحر چه مزینه مثلا بلوچ فرهنگ پیش داره گودی مبرگش کوبتی کوه پگان زد برنامه مختلفش گفته چشی که باید دور هم جمع ببند و باتی فرهنگ باتی چوک و نماسگان پیش بدارم ماشپزانه که هنو ماشمار یک مزنه موسیقی کاری ازمگیری ها وجه عبدالرحمانه که من نروژ ماشمار یک مزنه وشی گوشنده ها یا دوتا هسته یک وجه رستمه و یک دیگه وجه سید بلوچ که اگه که بتونن شورا همکاری بکنن تا شان توانتش مزنه لورد چه مشمه بلوچ محلوکی که یه نمک هستن برآورده کنه و دیگه مثلا بلوچی زبانه بلوچی وانه نگو نویسه که هنو هم مردم کوشش کنه که من نروژ مسئولیت که بلوچی کلاس مردم پچ بکن تو وقتی چوک موکان گم بلوچی فرهنگ و بلوچی وانیانه گم نویسه آشنا بکن یک دیگه مزنه کاری که سنگت ناصر کنگم بلوچی لغتنامه که تیاری کنگن و انشالله که بعد زودی چاپ و شنگ ببید با توجه به شمی کارانی فرهنگی کارانی پچه که مشمی کاری که نه بلوچ محلوکی که اینگاه یحتن بعد وقتی کاران یکم که بهرته حل کنه وقتی مثلا اولویت بده یا کجام کار گشته ضرورته و مشمی فرهنگی کاران ضرورته سعی ضرورت هم بله هم تا شرایط چون می مثلا یه محلوکی که این گویا تگن گشته یعنی بنیه سیاسی بنیه بوده ولی آقا من که گشته یه نیمه وقتی توجه بدهن تو پگوار هم فرهنگی کار بکنن از جمله مثلا ما شما یادید که 4 سال ما هم یک مزن داشته به مرحوم مولوی گفته همچون که هفته خورداد مال واجه عبدالله روان بود جی هفته خورداد که انجمن جوانان صدای عدالت زاهدان که بانان یک روچ مزنی به همچنش به مناسبت نه که یاد چه شهید یعقوب مرناد هم ببید که یه تلاش و همت یه روچ به نام روچ فرهنگ هنر بلوچستان ثبت کنه بود که ما باز این سال یه مراسم هم جشن گفت و بازی بلوچی همچه سیاسی پارتی گلا همچه بلوچ عام بلوچ بهر زورت و باز واش میتن که ما تو انتها کاری بکنیم. واجب بریده اخیرا شما به یک جلسه در پاریس دعوت کنک بوده که بودان دبیر کل حزب دموکرات کردستان مصطفی هجری هم حضوری هستند که گپ و ترام در رابطه با مسئله فدرالیسم و در جلسات مختلفی شما در جاهای مختلف و سمینارهای مختلف شرکت کنید و همچنین در سازمان ملل در رابطه با مسئله حقوق بشر بلوچان
شما همچین فعاله یه شما فعالیت و چیست ایران چین شو صبح په بلوچ قومی رسیده تدی فعالیتان یک در رابطه مسائل بین‌المللی بودند و مسائل حقوق بشری بودند از مردم تنکار من نبودم خوب دیگه اعضا حزب فعال بودند چون منیره واجه رحیم انتنو شما باتی دیگران میده واجه رسول هر یکی به مختلفین کشورانی که بودند و در فعالیتش بوده ولی خوب وقتی که من حزب سخنگو بودم گشته جا رفتم وشان هنچه که مشورت هم اولا که جور بوده چه اولی سالایی ما بونگیش کتگند دانمارکا اولی هم ته دانمارکا بود شما وقت هم بودن ته سفارت اوشو مجلس دانمارکا ایگا بود و اشی سک مزنین گپیت اولی رنده دروسکی ملتان یک جا ما یک پارلمانی حبر کد و هر جا شی باری حبر کنه بود و همین دابا مزنی تلویزیون چو الجزیره یا دیگر هم که گفتن تون بوده فیلم برداریش کد و پخشش کد و گزارشش داد رنده سوئد بود همه 2005 تا سوئد بود 2004 هم نشالت دانمارک آید دیگه شاهمیده با دیما رفتگن تا اتحادیه اروپا بود مجلس فرانسه دومی رنده 2005 هم مجلس فرانسه هم رفتگن و همیده با انگلیس و واجه رحیم هم بود و دیگه پدت آمریکا سنا هم مردم رفته بود گپ چتا دو برا سه برا رفته سمیناران و کنفرانس مختلفی ایران بابت بودند داشته نوا خوب چیزا دائمی هست سال 3-4 رنده سازمان ملل از مردم کیتن تنقشان مختلف تنوام را حتما از مردم پدا بحث زودین تا منایتی فورما بوده به صلاح اقلیتان بحث بیتن دیگه پدا همگان خوب بروکسل خاص حزب بوده بازگردونین هستند تو اتحادیه اروپا یا هم گو مجلسی هم گو کمیسیونی و هم گو لحت دیگه سازمانان بین‌المللی که بروکسل هستند تشی که ودا یک سیاسی جاینت اروپای مرشان ودا حزب باز را کردن و این گپان تمام گیرانی صبح همی بوده که چند سال پیش اگه تو برفتینته یا یه خبر و گپانی که مجلسان تو که بودند بلوچستان نام کمتریت بلوچ مخلوق خاص ما ایران و بلوچ سرچی واگین بل بلوچ یه خبر واگاید بلوچ وادی که مثلا ایران باری خبر کنند مثلا ملیتان پیش کردند و گوما مثلا تماس گیرند پیسرا مثلا آیا نزانته می باره اصلا گوما تماس بگیرند یعنی ما جز کنن بلوچ حالت چیه ما یا ملیتان حالت چیه کلا بر گوز مردم تماس گیرند کرد و ترک و عرب و بلوچ و شان حالت چیه تو ده که ما پدا گزارشانی دین و دا مثلا و دا گپ دادن و اگه سمیناری هم بیت اتحادیه اروپا ایران بابت چون برای مارش دعوت کرده خاص 2010 مزنی سمیناری بود که ایران ملیتان باره و دا هم حزب مردم دعوت کنه بود و هنوگاه هم همچنین کاربارانی باید تو و پدا هم زودتا هم پدا یک دلی چه بلوچ روت بوده و مختلفین سیاسی و مردمان بروکسل و همیده بیدیگران خبر کردیم یه تمامگیرا چیزی که از مردم واقع بوده که بلوچستان بلوچ و بلوچستان دنیای پجاب بیارید بزاند که بلوچستان هستین و بلوچستان سر هم از ظلمانی که اولا تو جو سیکوت مگاشتن تا ظلمان بلوچ سر بیگند اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی شان دنیا بزانتین و مروچی ایشی تو که ما کدام چیز کنگید کم ما و هیز مردم هدف و همیشه که هر چی بیتین گشته یه پراکار بکند که بلوچ مثلا بین‌المللی رازا اینترنشنال رازا پاجارای بیتین که یه پدا کمک کند که ایران بلوچستان مثلا بوده ایران تو هم یک دابی بلوچ مردم واسه یک سهولتانی بی یک راحتیانی بیتن بودن و ملک راحت‌تر و آرام‌تر زندگی بکنند و تی حقوق برسند این درستانی هدف همشین و یه چیزا من خیالات گوشه بیتن که اسم مردم نه تنها بلوچ سازمان و گروهان تو بلکه ملیتانی توکا و همیدا با ایران اعضا سازمان توکا یکی چه موفق‌ترین سازمانانی که رابطه بین‌المللی جویی کته و بلوچستان مسئله مطرح کنه اگه انت مجلسان مگیندونندان و سازمان ملل و دیگه جاگان باز منتوار چا وجه ناصر بولیدهی پرویز لاشاری و رحیم بندوی که چه یک گندونندش شرکت بود امیدوارم که آینده هم بتوانند شما گندونندی کنند در رابطه و مسائل مختلف بلوچستان گپ و تران بودید ما شما و روشن تیوی منتوارک برای یک فرصتی فراهم کرد وجودیات